سلام و وقت بخیر. به خبرهای این ساعت از رادیو کندوز خوش آمدید. امروز شنبه مورخ 27 جده 1404 هجری خورشیدی است که مصادف است با هفته جنوری 2026 میلادی. من رونم رادبک هستم با سرویس خبری این ساعت. در آغاز سرخط خبرها: دیدار محمد سایل شاهین با معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل. بازگشت بی سابقه افغان‌ها در سال 2025 هشدار صلیب سرخ از تشدید بحران انسانی. جوان در بلخ قرآن کریم را با ترجمه پشتو دست‌نویس کرده است. رهبر مخالفان ونزوئلا جایزه صلح نوبل خود را به ترامپ داد. نشر خبرها: دیدار محمد سایل شاهین با معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل. محمد سایل شاهین سفیر امارات اسلامی در دوحه با ون سامتان معاون کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل دیدار کرده است. سفارت افغانستان در قطر میگوید در این دیدار دو طرف پیرامون مشکلات عودت کنندگان و کمک‌های بشردوستانه این کمیشنری گفتگو کردند. محمد سایل شاهین در این دیدار ابراز امیدواری کرد که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل نقش بشردوستانه خود را بیش از پیش تقویت کند. بازگشت بی سابقه افغان‌ها در سال 2025 هشدار صلیب سرخ از تشدید بحران انسانی. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر هشدار داده است که بازگشت گسترده افغان‌ها از کشورهای همسایه در سال 2025 فشار بی سابقه بر وضعیت شکننده انسانی در افغانستان وارد کرده است. بر اساس گزارش تازه این فدراسیون از آغاز سال 2025 تا پایان ماه نوامبر بیش از 5.2 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشتند. موجی که یکی از بزرگترین نقل مکان جمعیتی در تاریخ معاصر افغانستان توصیف شده است. فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر افزوده است که با وجود آغاز فصل زمستان که معمولاً رفت آمدها را کاهش می‌دهد، شمار بازگشت کنندگان همچنان بالاست و ویژه از ایران، امری که نشان می‌دهد نگرانی‌های حفاظتی و فشارهای سیاسی بر محدودیت‌های فصلی غلبه کرده است. جوانی در بلخ قرآن کریم را با ترجمه پشتو دست‌نویس کرده است. یک جوان در بلخ توانسته است در 2 سال یک نسخه کامل قرآن کریم را با ترجمه پشتو با خط نسخ دست‌نویس کند. حامد امینیار که باشنده اصلی شهرک تجارتی حیرتان بلخ است، هدف از این اقدام را تحقق علاقه‌اش به قرآن کریم و هنر خوشنویسی بیان کرده است. این جوان میگوید ترجمه‌ای که در این نسخه استفاده شده از طریق قیام الدین کشاف، عالم نامدار افغان است. ترجمه معتبر که سالها است در میان پشتو زبانان جایگاهی ویژه‌ای دارد. امینیار از مسئولان محلی می‌خواهد برای پشتیبانی از جوانانی که دست به خلاقیت می‌زنند برنامه‌های حمایتی و امکانات لازم را فراهم کنند. در همین حال مسئولان در ریاست اطلاعات فرهنگ بلخ با استقبال از چنین جوانان خلاق وعده می‌دهد که برای تقویت برنامه‌های قرآنی تلاش کنند. و خبر اخیر: رهبر مخالفان ونزوئلا جایزه صلح نوبل خود را به ترامپ داد. ماریا کورینا ماچادو، رهبر مخالفان ونزوئلا، در دیداری با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید جایزه صلح نوبل خود را به او اهدا کرده است و رئیس جمهور آمریکا ماریا کورینا ماچادو را زنی فوق‌العاده‌ای دانست. ماچادو پس از این دیدار که آن را عالی توصیف کرده گفته است که این هدیه به دلیل آنچه تعهد ترامپ به آزادی مردم ونزوئلا خواند اهدا شده است. این دیدار نخستین ملاقات حضوری ترامپ و ماچادو بود و حدود 1 ساعت بعد راز انجامید. ماریا کورینا ماچادو از مخالفان سرسخت حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا بود. او بارها مادورو را جنایتکار خوانده و از مردم خواستار برکناری او شده بود. این بود پایان خبرها تا این ساعت. از توجهتان سپاس.